نخود عشق تو به من همینقدر زود گذشت. وای گوش کن، هنگام از کوچه گذشتن خبرگیری در اومده است. من هم حیران شدم. برای چی به خونه در آوردی؟ من قبول کردم. در گشوده بود، خودش در اومده است. مرد من هم زیق شدم. او دوستی من هم هست. شد من با او صحبت میکنم، یعنی میگویم که مست بود، همش ناخوش شد. میگویم مرد باشد سحر از خواب خسته عذاب وجدان میکشید. میگویم هرگز پدرتون اومده است. شما خبر دادید؟ تنها گفتیم که ما بعدا برمیگردیم. برای عوض کردن فکرمون اومده است. جناب کمال خواهش کرد که شما را من به فرودگاه ببرم. سلامت باشید. با پدرم چی گفتی خودی؟ چطور راضی کردی؟ این شکنون سیر است. چی شد؟ باز یگان گپ داری؟ باز غضبناک شدی؟ باز به من داد زده یگان چیز رو نقل میکنی؟ یگان قصه غم انگیز داری، همان رو نقل میکنی. در صنف دویم میخوندم، درس زبان ترکی. با هم صنفانم در قفا باز صحبتی گرم داشتیم. یک دو بار معلم داد زد قادر. به نزد تخته صنف برا. به نزد تخته برآمدم. با دستم یک کاغذ داد. گیر خان گفت. خوب شد از معلم میخوانم گفتم. کاغذ رو به دست گرفتم. انا همی خیلی راست ایستادم. معلم داد زد بخوان یا زبانت رو فرو بردی.
چاره نیست. کودک باشم هم با غرور بودم و نمیخواستم که در صنف شرمنده شوم. به خواندن شروع کردم. در دنیا از همه زیاد پدرم رو دوست داشتم. مثل آنی که کودک میدود و پدرش از پسش خواطر است که حالا میافتد. پدرم هم برای من همین خیلی خواطر می شود و او را دوست می دارم. او خانه ما را نمی داند، اما هرگاهی که آید بیقرار می شوم سوی او شتاب می کنم. از درس گریخته نزد او می روم. هیچگاه فراموش نمی کنم که ای با هم از پسم می آمد. با آن فابریکه کهنه می رفتیم. تمامی شب شیشه تیریزه ها رو می شکستیم. من همون وقت هم پدر گفته نمی توانستم. اگر پدر گویم حس می کردم که گویا زبانم را زنبور گزیده باشد. پدر، 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 پدر. پدر جان، التماس نگذارید که با گناهی من مادرم غمگین شود. التماس او را تنها نگذارید. ما را تنها نگذارید پدر جان. پسرم، پسرم، پسرم. بیایید رفتیم. به مراسم دیر نکنیم. کمال، تو چیکار میکنی؟ تو رو میدوزدم. چی؟ میدوزدم. بگو که به کجا میروی؟ اگر گویم سورپریز نمیشود. وقتی کودک بازی نیست به پرواز دیر میکنیم. بله، دیر میکنیم. مقصد من همین است. خوش آمدید خانم جی. کسی رو دیدن نمیخواهم. اگر مرا یگان کس پرسد من در اینجا نیستم. با کسی صحبت کردن نمیخواهد، اما این کارگری نوت است. مبارک شود. دخترم، پدرت را همینطور پیشواز میگیری؟ مگر به مناسبت خوب سزاوارید؟ دخترم، میرنجم. شما میرنجید؟ بله، من هم دیل دارم دخترم. با این شبهه دارم. با فکرم امروز روزی وزنین است. مهربانی های ساخته را یک طرف گذارید. 2 ماه میشه